چون روزی رودکی است، یک مثال دیگر را میگم. همین دیروز یا پریروز یک حادثه مهم رخ داد که راهبر دولت ما به منبر سازمان ملل متحد رفتن و به زبان تاجیکی گپ زدن. شما میره گوش کرده؟ والا شما اگر سین سالتون خورتر است همین گپ در یاد گیرید، کلان میشه، کتابا را میخونید، بعد میگه امیر عبدالله راهنما اومده بود امیر گفته بود. همین که پرزیدنت ما در منبر جهانی به زبان تاجیکی گپ زد، این آرمان 1000 ساله این ملت بود. این آرمان یعنی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور، استاد عینی از رودکی فردوسی سر کرده، همه آرزو را داشتن که تاجیکان روز صاحب دولت خودی شود، روز در بین ملت ها برایت گید من هم صاحب دولتم، و نسل به نسل مردن امی را ندیدن. ولی امروز ما و شما خوشبختانه همین را دیدیم. و همون دیروز من نوارش دیدم، این در فیسبوک معلم‌های عزیز بعد همین درس نوارش گرفته، ولی چی گفت در اوجا و یه بحث دیگر است. ولی خود همین که بعد 1000 سال راهبر دولت تاجیکان در این منبر آمده به تاجیکی در برابر پرزیدنت روسیه و امریکا و آلمان و خیتای گپ میزند، این تنتنه آرمان 1000 ساله انمی ملت است. بنابراین همین روز رو شما در یادتان گیرید، زیرا برای همین روز چقدر ما شهید دادیم. این همین تریزه روبرو اگر میبینم عکس نصرت الله مخصوم دیدید؟ همین نصرت الله مخصوم چرا کشتند؟ چرا قهرمان است؟ چون که نصرت الله مخصوم وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان شد فرمان صادر کرد که در این تاجیکستان به زبان تاجیکی گپ زنید. انا برای همین از مسکو گفتن این ملتگرا است، این کشته شود. یعنی برای همین مسئله کشته شد. بنابراین امروز ما در همین منبر به زبان تاجیکی گپ زدیم. رفته نه تنها در این منبر، در منبر سازمان ملل متحد به تاجیکی گپ زدیم. همین تنتنه آرمان نصرت الله مخصوم. بنابراین ما میگیم که همین که وقتی پیشوای ملت در اوج رفت، گویا خود رودکی، فردوسی، خود نصرت الله مخصوم، خود شیرین شاه تیمور در اون منبر بر اومده گپ زد. انا هم خیلی اگر فهمید، شما میدونید که به چی مشکل این روز فرا رسید. وقتی میگیم این جشن است، این عید است، ملت ما حق داره که این را جشن گیره، زیرا سالها عصرها انمی روز آرزو داشت.